منکرات باز می‌دارند، نماز خدا را برپا می‌دارند، زکات مال کسایی که مالشون به زکات رسیده است می‌پردازند و اطاعت خدا و پیغمبر را انجام می‌دهند. اولئک سیرحمهم الله. اینا کسایی هستند که حتما و البته رحمت پروردگار شامل حالشون می‌شود. البته با جوار رحمت پروردگار واصل می‌گردد. واقعا پروردگار عزیز است، غالب است، قدرتمند است و با حکمت است که هر کاری را میکنه به حکمت ازلی خودش سنجیده میکنه. ببینید که خدای بزرگ مسلمانان را چی وصف ستایش کرده است. قبل از همه برادری، اخوت، به همدیگر قریب بودن، ولی همدیگر بودن را تاکید کرده است. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. همین آیت به حد در بین مسلمانان تحکیم داشت، ریشه دوامدگی بود که در عصرهای میانه کسی جرأت نمیکرد یک آدم غیر دین مسلمان آزار بده، خوب مرد باشه خوب زن. ولی دیده همین از گراجدانینای امریکا بسیاری مردم خوف دارند که جای یا بروند اگر چیست سلوچای یگان مقصد که با مقابلش یگان ظلم نشود خوف دارند، برای که دولتی با قوت از گراجدانینای خودش پشتیبانی میکنه، طلب میکنه هی تو همو چیزای بین الملل در مراجعت میکنه، مجرما را طلب میکنه که بیاره در دست مدته که گراجدانینای ما را اینا آزار دادن. همین تمام مسلمانان تحت همین آیه و دیگر آیات‌های قرآن با همدیگر برادر هستند. مادام که اولیای همدیگر هستند باید از همدیگر دفاع کنند. المسلم اخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه. مسلمان برادری مسلمان است، هیچ وقت در حق برادری خودش باید ظلم روا نبینه و هیچ وقت نگذاره که یک کسی دیگه برادرش آزار بده. ولا یسلمه ای لا یترکه لمن آذاه من اعدائه. همراه کسایی که آزارش میتن از دشمنان مسلمان تنها نگذاره. علامه شهیر اسلام ابن اسیر در کتاب معروف تاریخ الکاملش آورده است، میگه در زمانهای معتصم بالله، این معتصم بالله فرزند هارون رشید است، برادر مأمون بعد وفات مأمون رشید خلیفه شده بود. در همون زمان خلافت یعنی المعتصم بالله عباسی در بیزانتیا در روم شرقی یک زن هاشمی را اسیر میگیرد، مجبور همین خیلی مقصد همون نوکرای بگه قیصر روم همین خیلی میگیرن دستاش از اولونه میبندن کشیده برده استیارش همون زن با تمام آواز در کوچه ناله میکنه و معتصما و معتصما. ای معتصم تو در کجایی؟ و تو سرداری مسلمانایی تو رهبر مایی، تو در کجایی که از ما پشتیبانی کنی؟ خبر به معتصم هم میرسد. معتصم در شهر بغداد در بالای تخت شدگی که میاد یک شخصی صالح، یک شخصی موثق خبر هم میرسونه که همین خیلی از زن هاشمی را وقتی که زاولونه صدا و کشیده استادن در کوچه پیدا کرد که با معتصما میگه اینجاش پریش نیستن. این آدم خوردم خوبم نبود خدا راستی، اما ناموس ننگ داشت، نباشه این همون کاری همون برادرش مأمون رشید انجام داد، دوام داد، مسلمانان را خیلی رنج و آزار دادن، همین اطراف خلق بدن، خلق قرآن نعوذ بالله این همین محنتی خلق قرآن داد. اما اون مسلمان که باید ایمان داشت، غیرت داشت، همین وقتی که همین گفت گفتن میگه اینجوش پریش کس گفت لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، خواهر جان لبیک لبیک. بعد میگه خیس نعرضم النفیر، نفیر که مقصد که آماده شوه همه مسلح شوه. خیس رفت همون شهر نامش والله علم ابوریه در این مضافات آسیای صغیر ولی تریتوریای ترکیه شده است. تا نرفت همون شهر را ضبط نکرد، همون زن آزاد نکرد، از حبس آروم نشیشت، خودش همون لشکر رهبری کرد. وقتی مسلمانان غیرت داشته باشند همدیگر را حقیقتا ولی همدیگر بدونن انشالله در پشت دیگر خور نمیخورند، آزار در اینجا نمیبینند. اما افسوس صد افسوس که بی‌غیرتی بچه از حد زیاد بی‌غیرت شده. در زمان
حکومت و پادشاهی سلطان سلیمان قانونی خلیفه عثمانی در شهر مارسل فرانسیا یک کشتی تاجرای مسلمان را غصب کرد. همین نوکرا و لشکریای کارلینا پادشاه فرانسیا وقتی خبر به سلطان سلیمان رسید که تاجرای مسلمان را غارت کردن و مالشون را غصب کردن، در حال با کارلینا مکتوب نوشت. مکتوب در تاریخ اومدگی است. از نام سلطان سلیمان غازی خادم حرمین شریفه، این حضرت هر کجایی که اگر مینویست پیش از تمام عنواناش اول همین خادم حرمین شریفه را تاکید میکرد. واقعا خادم حرمین شریفه بود حضرت. به همون حضرت تقلید کرده امروز اینا شاههای سعودی خودشون خادم حرمین شریفه میگن، اما او واقعا خادم حرمین بود. از حاجی پول نمیگیرید برای در خاک سعودی در اومدن، برای در مینا سکونت کردن، برای در عرفات و مزدلفه قرار گرفتن. برعکس برای حاجی شرایط امکان مهیا کرده بود. کاروانسراهای کلان کرده بود، به جای خوب تأمینشون میکرد، با خوراک تأمینشون میکرد. برای آبادانی حرمین از حساب بیت المال پادشاهی، از حساب خزینه، بگیم از حساب بودجه دولت مخصوص فوند کرده بود، فوند حرمین. از نام خادم حرمین شریفین سلطان سلیمان غازی فاتحی بعد ایال منور کرده است. از همین یونان شروع کردگی با جزیره هاش، کیپر و اون طرف رفتگی سیچیلیا و سربیا و ونگریا و بلغاریا و این طرف اومدگی تو همین مالداویا را گرفتگی دست و رحمتی، تو همین مالداویا را گرفتگی دست. ولخیا میگن یک ولایت هر مالداویا را در دست مسلمانان. با شاه فرانسیا شارلکان، این شارلکانش نام کارل کبیره مسلمانان شارلکانش میگم من این عنوانو را با او خاطر ننوشتم که تعریف کنم خودم، با او خاطر نوشتم که همین ملکا را به دست خود من فتح کرده دید. اگر به شرط کشتی مسلمانان را بر نگردونید، مالاشون را در دستشو تسلیم نکنید، قسم به الله میام شکارت میکنم رنگ خرگوش باری تا قصاص یمون مسلمانای تاجری مظلوم نگیرم بر نمیگردم. کارل از همون سیاست ترسید. اول دولت اروپایی که با سلطان سلیمان و با خلافت عثمانی ها شرطنامه صلح بسته است همین فرانسیا، حتی سفارت ها تشکیل کردن، بعد کشتی را برگردون، تمام مال و ثروت مسلمان را برگردون. اگر همین مسلمان ها همین به همدیگر ولی باشن، دوستی همدیگر باشن، به همدیگر محبت داشته باشن، قسم به الله هیچ زیاد به هیچ جا نمیرسه. هیچ وقت پشه چه پرشد بزند پیل را، با همه سختی و صلابت که روز مورچگان گر بکنن اتفاق، شعر ژیا را بدرونند. خداوند گفته است که مؤمنا خواب زن باشد و خواب مرد و همدیگر ولی هستند، دوست هستند. یأمرون بالمعروف، از بس که ولی همدیگر هستند همدیگر امری به معروف میکنند و ینهون عن المنکر، و از منکرات باز میدارند. خدا را ما شکر میگیم که الحمدلله در ملک سرزمین ما امر به معروف و نهی از منکر هیچ وقت قطع نشده است. همین که الحمدلله مسجدهای آبادان داریم، خدا را شکر دهات آباد داریم. یگان مرده که موز به صاحب نمیمونه، قسم به الله همش به شرافت همین امری به معروف و نهی از منکر است. در اون زمانهای سخت شوروی را امری به معروف و نهی از منکر همیشه بود. از بالای منبر هم که نباشد، با میکروفون هم که نباشد، در تمام مجلس معرکه سؤال و جواب بود از حلال و حرام، از شریعت. مردم آگاه و باخبر بودند. و امروز ما فخر میگیریم که در جای برای میگن تاجیک زد شد مولا، همش به شرافت اون دعوت ها هست. امر به معروف و نهی از منکر وقتی که قطع شد، غضب پروردگار را انتظار شد.